تیم ملی تا 16 ساله مملکت در دو بازی مرحله انتخابی جام آسیا 2020 به دروازه همسالانشان از کشورهای شریلانکا و کویت در مجموع 17 گل زده یگان گل به دروازه خود سر نداده است. چنین نشانداد سطح بلند در عالم فوتبال معاصر کم به نظر می رسد. منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان دومین پیروزی خود را در بازی‌های انتخابی چمپیونات آسیا 2020 در گروه آ به دست آورد. رقیب شاگردان اهل‌دین تردیف در بازی دوم گروهی این فوتبالبازان نورس کویت محسوب میشد. در این واخوری از ابتدا تا به انجام فوتبالبازان نورس تاجیک برتری داشتند. احمد القدری غیر چشمداشت توپ را وارد توری دروازه دسته خود ساخت و تاجیکستان به پیش برآمد. در دقیقه 42 رقابت کبیر سلیمشویف گل دوم را وارد توری دروازه همسالانش از کویت نمود. این فوتبالباز در دقیقه‌های اضافه نموده قسمت اول رقابت گل دوم خود را به دروازه تیم ملی نورسانی کویت ساخته حساب را 3-0 ساخت. عبدالفتاح خدایدادزاده نیز قبل از به تنفس برآمدن باز مراتبه چهارم توپ را وارد توری دروازه کویت ساخت. در دقیقه 47 رقابت محمد وارث سیدعلیف نیز یک گل به دروازه نورسانی کویت وارد ساخته حساب را 5-0 ساخت. در دقیقه 68 رقابت گل ششم منتخب نورسانی تاجیکستان را سنت‌الله عزیزов به ثمر رسانید. عبدالفتاح خدایدادزاده در دقیقه 74 گل هفتم منتخب نورسانی تاجیکستان و دوم خود را در این واخوری به ثمر رسانید. مهربان каримов ضربه جریمه‌وی 11 متره را به خطا اجرا کرده حساب را 8-0 ساخت. خسرو طاهرов در دقیقه‌های اضافه نموده آخر رقابت به نتیجه این واخوری نقطه گذاشت. همینطور منتخب فوتبال نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان دومین پیروزی خود را در بازی‌های انتخابی چمپیونات آسیا 2020 به دست آورد. قبلا شاگردان اهل‌دین تردیف دروازه تیم ملی نورسانی شریلانکا را گلباران ساخته بودند. در بازی دیگر منتخب نورسانی 16 ساله اردن با حساب 7-0 تیم ملی فوتبال نورسانی شریلانکا را شکست داد. همینطور منتخب‌های فوتبال تاجیکستان و اردن با کسب 6 امتیازی در گروه آ صدرنشین جدول باقی میمانند. تیم‌های فوتبال کویت و نپال باشد زینه‌های سوم و چهارم را اشغال می‌نمایند. شریلانکا بدون امتیاز در مقام پنجم موقع گرفته است.